بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خواستم که به صدا جواب دهم، چرا که وقتی که یک کسی سوال میکند همچنین سواله من یک بار درک میکنم، میفهمم که به شما یا که به همون کسی که هم خیلی سوال میکند مدخلی ها شاید یک کتابچه که همیشه در کیسهش گرو میگردد همین نشون داده باشد و هم میگد اگر مدخلی ربیل مدخلی بد باشد چی به علمای کبار سنا گفتند، خوب گفتند. اونها یک کتابچه دارد که در همین کتابچه مدخلی رو جمع کرده است، ثنای علما به ربیع المدخلی، یعنی سخنهای خوب علما در حق ربیع المدخلی. مو میگه برای همین مو اینو پیروی میکنیم که تمام علما خوب میگن، لیکن این به عقلای جهلای مبتدع جهمی ها نمیفهمد که یک تا آدم عالم گفتن، یک آدم محدث گفتن یا که فقیه گفتن معنای و آدمی عقیده اش درست و صحیح گفتن نیست. حتی امام ذهبی وقتی که در کتاب سیر عالم النبلا یکی از رافضه های صفتش بیان میکنن، میگن که این آدم زاهد بود، عابد بود، راستگو بود، از حرام پرهیز میکرد، رافضه و یعنی ملعون و دوامیش میگن. یعنی علمای اهل سنت و جماعت هر کس حقش میتیند، حقیقت میگن. برای همین کتابچه‌ای که مدخلی ها دارد خونده برمدم ثنای علما بر ربیع المدخلی، یگان نفر گفتگی نیست که عقیده خوب دارد، گفتگی نیست جمله عقیده خوب دارد، عقیدهش موافق عقیده سلف گفتگی نیست. گفتگی است آدمی عالم است، ربیع المدخلی عالم است، ربیع المدخلی محدث است، در علم حدیث متمکن است و غیر و غیر سخن ها گفتگی. یک آدم محدث بودنش این دلالت به یعنی و عقیدهش درست بودن نمیکند. دلیل از کجا؟ مثلا امام نووی محدث هزارها بار این ربیع المدخلی جهمی دیده خوبتر است. ابن حجر اسقلانی هزارها بهتر. ابن عساکر کتاب دارد. امام بیهقی سبحان الله، اینها سنن بیهقی تو تمام علما امروز از این کتاب ها استفاده می‌کنند. اینها امامان اهل حدیث هستند، لیکن دونید که مثلا امام بیهقی اشعری هست. وقتی که ما بیهقی میگوییم بیهقی محدث، هزارها علما در حق بیهقی ثنا گفتگان، بهترین آدم، بهترین آدم، بهترین آدم در علم حدیث، در علم حدیث، در علم حدیث. اما از نظر عقیده علما بیان کرده هستند که اشعری بود، خطا میکرد، برای اینکه الله در بالای عرش بودن علو الله انکار میکرد. یا که ابن حجر اسقلانی، یا که ابن حزم ظاهری، تمام علما تا امروز میگن که ابن حزم فقیه بود، ابن حزم محدث بود، عالم بود، لیکن در باب اسما و صفات گمراه بود. یعنی عدل انصاف در نزد علما اهل سنت و جماعت است. این چنین علمای کباری که سعودی یعنی ترتیب دادگی هست، همچنین ربیع المدخلی که میگن بله رجل فاضل، یک مرد فاضل است میگن، و این مرد میگن در علم حدیث متمکن است یا که عالم است. ما قبول داریم علم حدیث چه قبول داریم، اگر متمکن باشد ما استفاده از مدخلی علم حدیث نکنیم، ما از دیگر کس نکنیم، لیکن قبول داریم، این انصاف است، باید قبول کنیم. اما از نظر عقیده هیچ کس نگفته است که منهج ربیع المدخلی که طاغوت پرستی هست و امروز تمام حکومت دموکراتی اسلامی میگه و حاکم میشه مسلمان میگه انمین عقیدهش درست و صحیح، یگان کس گفتگی نیست غیر از شاگردای دو سه دیوانش. گپ نمینجه ما اینو باید فهمونیم، این جوهلابه. برای همین ما میگیم که این ثنایی که این خوبی که در حق ربیع المدخلی علمای کبار سعودی گفتگی هست قبول، یعنی در نظر عقیده اش نیست، از نظر عقیده قبول نمیشد. یعنی ثنای اونها انیق معین مسئله عقیده بنیست، مسئله علم حدیث بس که ما مثال آوردم که گفتم ممکن است دیگر رو. اما حالت دوم، چرا علمای کبار سعودی خوب گفتگان؟ در درون علمای کبار سعودی هر خیل آدم است، آدمای اصلا حکومتی است، لیکن معروف ترین اونها مثلا شیخ که من در نظرشون شتگی هستم، لحیدان، شیخ فوزان که در نظرشون شتگی هستیم، درس گرفتگی هستیم الحمدلله، یا دیگر علما عقیده ربیع المدخلی، منهج ربیع المدخلی را آشکار رد میکند. مرحمت یوتیوب پر است آدمو نوم ربیع المدخلی کتینی، لیکن منهج ربیع المدخلی سوال میتاد که میگود امروز همین خیلی آدمو هستند که تمام حکومت‌های ویش ولی امر میگن همین درست است یا نیست، این میگن و میگن، همیشه رد میکند عقیده ربیع المدخلی، بریشش رد میکند.
اما از یک طرف دیگر میگه اولیم خیر خوب است، میگه این یعنی محدث است، چرا انیق نمیگویند که این گمراه است. اینها به مصلحه و مفسده هر اولیم زمان خود، مکان خود، حالت خود، شرایط خود، همون منطقه خودش دیده گپ میزنند. علمای کبار عادتا مصلحه دیده گپ میزنند، نمیخواهند که مثلا بسیار فتنه و چیزا گو که در این مسئله گو که جداشوی در سعودی به وجود اومده باشد. یکم. دوم، ربیع المدخلی یک آدمی با قوت حکومت است، حکومت سعودی، برای اینکه حکومت سعودی این چیزا ساخته است. سالهای 92 چه خیلی گفتیم، وقتی که عراق به کویت در اومدنی بود، در همون وقت اینو پیدا شد، اخوانی بود، یک بار طرف حکومت شد. برای همین اینها سخت مبارزه یعنی ضد مدخلیان کردن نمیتوانند. این یک مسئله. اما بیاید از سیوم جهت جواب ببینیم که ربیع المدخلی از نظر علمای کبار اهل سنت، علمای کبار سعودی نه، علمای کبار اهل سنت و الجماعت، علمای کبار اهل سنت و الجماعت در سعودی هستند که برادرای بسیار تو به حاضر نومش شنیدگی نیستند. مثلا علی الخضیر ابن الخضیر امروز 70 ساله است، درجهش از شیخ فوزان بلند است، بزرگ است. قطعی شیخ فوزان در دستی شیخ حمود ابن علی العقل خوندگی هست. امروز در ترمه چندین سال است که خوب است، الله نجاتش بدهد. 72 ساله تا 75 ساله است. صدها کتاب نوشتگی، علامه عصر است، محدث است. شیخ به خاطر حق بیان کردنش در ترمه است و این شیخ مستحق بزرگترین علمای کبار عصر گفتن مستحق است. این باید ما علمای کبار گویم، برای اینکه این نه به خاطر حکومت، نه به خاطر آدم، بلکه به خاطر دین حقیقت میگه. و همین آشکار میگه که ربیع المدخلی طاغوت، یعنی نه طاغوت نه، خطا کردم، ربیع المدخلی میگه مرجئه جهمی، مرجئه عصر حاضر جهمی است، عقیدش جهمی است. میگه چرا؟ اینا میگه ایمان وقتی که میگه ایمان قول است، عمل است، اعتقاد است، زیاد کم میشود، لیکن عمل کدوم درجه ایمان اینو حالی گفتگی نیست. از نظر دیگر کفر اینو خطا میفهمد، کفر فقط اعتقادی میفهمد، تکذیب میفهمد، جهل میفهمد، یعنی حجت ها ذکر میکند. بعد از این تمام طاغوت هایی که حکم غیر منزل الله میکرد همیشه اطاعتش واجب میگه. و امروز ببینید که در جزایر چیکار کرده است. این روز در جزایر جنگ، در تونس جنگ است. این در جزایر هم فتنه بزرگ است. در تونس جنگ است. شاگردای ربیع المدخلی قطعی حکومت مردم مسلمان کشته شدند. این معروف است. مرحمت دارید یک نظر کنید، اخبارین ببینید که چی حدث شد. تمام علمای جزایر، تمام علمای افریقا بجز دو سه علمای فروخته شده مصر و غیره و غیره، بجز علمای حکومتی، همه اش ربیع المدخلی حکمش بیان کرد که جهمی است، یک گمراه است، طاغوت پرست است. و این چنین علمای دیگر بمانند شیخ عمر الحازمی، بمانند شیخ سلیمان العلوان، بمانند شیخ عبدالعزیز الطریفی، بمانند شیخ خالد بن المرغامدی، بمانند این صدها شیخ دیگری که امروز در درون ترمه خوب است. اینها علمای کبار اهل سنت و جماعت هستند. در نزد ما علمای کبار اینها هستند، حقیقت گفتند، هزارها کتاب مؤلفات دارند. تمام علما اینا گفتند که حق میگه، به خاطر امت در حبس هستند، حق گفتند. چه خیلی که امام احمد در ترمه بودند و همین خیلی اذیت کشیده بودند. دیگر علمای حقیقت به مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه اینو کیف کرده نگشته در نبودند، بلکه در ترمه بودند، حقیقت گفتند. اینها مثل همونها هستند. اینها میگن که ربیع المدخلی مرجئه جهمی است. اول زندگیش این اخوانی بود، بعد از این حزب نو شد، حزب مدخلی. انا این خیلی میفهمیم. اما این علمای ما میگن که بله علم حدیث دارد، بله بعضی از یعنی صفاتهای شاید خوب هم دارد، انسانیگری دارد، اما انسانیگر، انسان خوب بودنش یا که علم حدیث داشتنش، علما و خوب آدم خوب علم حدیث به بخواد گفتنش، این دلالت به هدایتی و یا که عقیده سیوی نمیکند. اما این مدخلی های بخصوص تاجیک های یعنی گمراه شده بخبرند. اینها هم طاغوت پرست شده هستند، یعنی طاغوتشون همین شیخشون است. قرآن و سنت یک طرف میگذارند، به همین طرف میگذارند. بارک الله فیکم. انا من حجتی مختصر، لیکن لازم شود اگر یگون کس همین سخن به موافق نباشد، مرحمت برایت بحثی آنلاینی میکنیم. من در نزدم کتابای علمای اهل سنت و جماعت دارم که خاص در باره تاریخ ربیع المدخلی نوشته شده است. تاریخ ربیع المدخلی از این مدخلی 1000 بار بهتر میدونیم و عقیده های ربیع المدخلی میدونیم، درس های ربیع المدخلی گوش میکنیم، همه چیزای فهمیدگی هستیم، میبریم صحبت میکنیم، اثبات میکنیم که چی گفتن گپ است. از همین خودی علمای کباری که ویو قبول میکنند. از کدوم علما خواند؟
همه علمای سعودی که در مثلا مفتی سعودی عبدالعزیز، شیخ عبدالعزیز، شیخ فوزان، یا که صالح لحیدان و غیره و غیره، عقیده اینو رد میکنند، عقیده اینو رد میکنند. حتی من صالح منجد، ببینید یوتیوب بزنید صالح منجد چگونه رد زده است بینو، یا رد فوزان خلیو بگید، همش برمدام میگیرد. الحمدلله اینو کتابای خاص دارن اینجا بنوشتگن، اما نوم دیگه این دیگه مو البته کمی به شما فهموندیم. بارک الله فیکم. ان شاء الله من امیدوارم که اینا همین سخن میفهمونید یا که میرسونید، مثل دوسیه گمراهایی که خودش بیخبر است و از منهج قرآن و سنت، از منهج سلف امت دور است. قرآن و سنت نه به فهم سلف امت بلکه به فهم ربیع المدخلی میفهمد. اینها شاید ان شاء الله فهمد و هدایت. بارک الله فیکم.